درود دوستان عزیز. ماهی شکمپر از اون غذاهاییه که اگر کسی هم ماهی دوست نداشته باشه حتما خوشش میاد. نکته مهم طعمدار کردن ماهیه. برای این کار زعفرون دم کرده غلیظ رو با کمی نمک مخلوط میکنیم و قشنگ ماهی رو باهاش رومال میکنیم. برای مواد داخل شکم ماهی اول پیاز و سیرامون رو خورد میکنیم. بعد جعفری و گشنیز ها رو بعدش هم نصف لیوان گردو داریم، اونا رو هم قشنگ خوب میکنیم. موادمون رو داخل تاوه تفت میدیم. و آخر سر بهش نصف استکان ربع انار، زردچوبه و نمک و فلفل و 2 قاشق شنبلیله خشک اضافه میکنیم. موادمون که آماده شد داخل شکم ماهی میریزیم و با نخ و سوزن و یا خلال دندون میبندیم که موادمون بیرون نیاد. این ماهی رو هم میتونید تو تاوه سرخ کنید و همین که تو فره 180 درجه به مدت 45 دقیقه بپزید. من برای کنارش یه برنج زعفرونی درست کردم. برای این کار زعفرون رو با کره و یا روغن ته قابلمه میریزیم و برنجا رو روش پر میکنیم و میذاریم که دم بکشه. نوش جونتون.